میکنه. یه سنت دیگه داریم امهال، بهشون مهلت میده. خیلی وقتا بعضی میگم که فلانی رو نگاه کن با اونا خدا خوب، ما یه پامونو کج میذاریم پدرمون در مدیا رو 10 سال 20 سال 30 سال داره پول قاچاق میخوره، هیچیش نمیشه فلان. دیوونه، تو رو دوست داره اونو ولش کرده، و او داره مهلت میده. اینو بارها عرض کردم، امام حسن تو ائمه به حاضر جوابی معروف بود. جواب بنی امیه رو خیلی سرزر و خوب میداد. اصلا ملت میگفتن آخ جون یه مناظره شیب بگیره، میشستشون مینداختشون رو بند. یه روزی مروان بود ظاهرا یه حرفی زد، ازا هیچی نگفت. گفتن چرا جواب نمیدی؟ گفت میخوام همش حوالش اون طرف. اینا دیگه به چه مرحله‌ای رسید که امام معصوم قشنگ را جهنم براش باز کرده. و من جواب بدم همین دنیا خوردش باشه حساب میشه. میخوام همش بره اونور. حالا همش بره اونور یعنی چی؟ یعنی بدتر بشه. یا خودت همین الان درستش میکنی. این مثل که آب پاشیدن تو صورتت. خاک پاشیدن تو صورتت، چیزی نیست. مرحله بعدش لحظه جون دادنه. جسارتا آب و خاک با هم قاطی شده گل. حالا این گلو بکوبن تو صورت، گل کوزه‌گری بردار، این درد داره دیگه. مرحله بعد برزخه، میزنن خشک میشه کلوخ، میگه رسم کلتو میشکنه. مرحله بعد قیامت، میزنش تو کوره آجر میشه. تو کدوم مرحله دوست داری با صاف بشه؟ حاسبو قبل ان تحاسبو، به حساب خودتون برسیم قبل که به حسابتون برسیم. حاسبو، خودتون حساب کنید. همینجا برو دلشو به دست بیار. همینجا اگه حقشو ضایع کردی یه جوری بهش برسون. احساس میکنی حق مالی در حقش جفا کردی، بهش پولش بده. شر میشه، قصه میشه بهش بگم، شماره کارتشو بگیر یه جا دیگه بریز براش. خودت حساب کن. دسترسی ندارم، برو عوضش خیرات کن. همین دنیا با پول خودت، با آب و خاکه حساب کن، با گله نه، با کلوخه نه، با سفاله نه. حالا یه کسایی هستن شما دیده خدا کسی که دوست داشته باشه یه غلطی میکنه تا شب یه بلای سرش میاد. اگه این چیزا دیدی بدون خدا هنوز دوستت داره، میگن همین بنده‌مو بزنم الان صاف کنم که آب پاشتم سرش میاد، حل شد رفت. بعضی هستن اینجوری ان گربه رو پیشته میکنن بلا سرشون میاد. بعضی هم نه، جنایت‌های بشری میکنن، هزار نفر میکشن، انگار نه انگار 110 سال عمر میکنن. این هر چی بیشتر داره عمر میکنه ولا یزید الظالمین الا خسارا، داره خسران این ظالم بیشتر میشه. ولو براش قرآن بخونی، قرآن نور برکت، آیه‌اش نگاه کن. و ننزل من القرآن، ما نازل کردیم قرآن، خب ما هو شفا و رحمت للمؤمنین، این سنت فقط برای مؤمنین ها. ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن موجب بدبختی میشه. روزه امام حسین ممکنه بدبختی به عذاب یه نفر دیگر بیشتر کنه. یه روزه است داره یکی داره گریه میکنه، یکی دیگه داره تمسخر میکنه. او داره بدبخت میشه، این داره خوشبخت میشه. یک اتفاقه. با کدوم فرمول تا کنه؟ برای کی؟ پس یه دسته‌بندی چیه؟ دسته‌بندی مؤمن و غیر. برخی از سنت ها فقط برای مؤمنینه، برخی برای غیر مؤمنینه. برخی از سنت ها برای مؤمنه. اینجوری بگم، برخی از سنت ها برای انسان هاست، عمومیت داره. لیس للانسان الا ما. تو زحمت بکشی نتیجهشو میبینی. زحمت کشته کافره، هواپیما ساخته. زحمت کشته. بعد این دایره تنگتر میشه، برای خدا باوران هست، مسیحی هم هست، یهودی هم هست، مسلمان هم هست. این دایره کوچیکتر میشه، برای مسلموناست. این دایره کوچیکتر میشه، برای مؤمنینه. هر کدوم رو سنتی داریم که دقیقا برای همیناست، اثرش بیشتر میشه. یعنی اگر یه مؤمنی سعی بکند از یه کافر، اثرش بیشتر است، از یه مسیحی بیشتر است، از یه سنی بیشتر است. مؤمن تعریفش کسی است که امام زمانش را میشناسد.
کسی که امام زمانش نشناسه مؤمن نیست، مسلمونه. آیه قرآن داریم، بگید اسلام آوردیم، قولوا اسلمنا، نگید ایمان آوردیم. ببین من مثلا ماجرای عراق رو برای شما تعریف کردم، درسته؟ که چه اتفاق افتاد، مثلا هوا جنگ چجوری پیش رفت، اونا فشار می آوردن با ما، خدا چی کار کرد جنگ ایران عراق. حالا نگاه کن همین همسایه بغلیمون طالبان هم با آمریکایی‌ها چی بودن؟ درگیر بودن. یه تحلیلی تو مخ این زحمت هم کشیدن، جهاد کردن، خون دادن، کارا کردن دیگه. یه تحلیلی تو مخ آمریکایی‌ها افتاد، آمریکایی‌ها از افغانستان پاشیم بریم 80 میلیارد دلار صنایع نظامی که زحمت کشیدیم تو افغانستان مصادره کردیم بدیم دست طالبان که بعدن اینجا رو تبدیل کنیم به یه لونه زنبوری تروریست اونجا پرورش بدیم، این تجهیزات علیه روسیه، چین و ایران استفاده بشه. بخش اولش انجام شد، بخش دومش نشد. یعنی عملا آمریکا به طالبان 80 میلیارد دلار کمک نظامی کرد. می‌بینی؟ این بر کمکی بوده که ما مسلم شده، مسلمون شده. به مؤمن ویژه ترش. برخی از سنت‌هایی نیست که در این بیشتر می‌شود. نه، اصلاً صورت نمی‌پذیرد. فقط ویژه مؤمن است یا فقط ویژه مسلم است یا فقط ویژه خدا باور است. برای همین خیلی مهمه که خدا تو آیه داره کیو خطا یا ایها المسلمون، مثلا آیه مسلموناست، آیه مؤمنینه یا ایها الذین آمنوه. اونجا با کی مخاطب کیه؟ یا الناس، همه رو داره میگه. کل انسان ها رو لیس للانسان، همه رو داره میگه. پس والذین کذبوا بآیاتنا، کسی که تکذیب کردن آیات ما، بدونن ما سعی یعنی به زودی اینا رو درجه درجه بدبختشون میکنیم. یعنی یه کاری میکنیم آرام آرام این پله های درک و درجه است، درک است، درکات رو همینجوری برن پایین، برن تا به اسفل السافلین برسن.